سلام خدمت دوستان و عزیزانی که بنده را در صفحات مجازی دنبال میکند. یک موضوع خواستم یادآوری کنم که براستی از جمله کشورهایی است که یعنی تاب هواشت قابل پیش بینی نیست. یعنی یک دقیقه ببینید چنان آفتاب گرم سوزان است، همه جا رو ببینید هیچ ابری دیده نمیشه، آسمان آبی و خورشید هم شدید میتابه، اما یک دقیقه بعدش چنان بارندگی میآید که از همه جا آب جاری می شود. یک 5 دقیقه پیش من از سر کار برآمدم، هیچ ابری در آسمان وجود نداشت، همین آسمان آبی و آفتاب درخشان میتابید. یعنی این 5 دقیقه بعد دوباره برآمدم دیدیم که همه جا را آب گرفته. این منی رودخانه ای که از بارندگی امروز از همین ساحه همین قدر آب جریان پیدا کرد.